این دو نفر جلیله و جلاله مهر ماه سال پیش از طرف سازمان اطلاعات جمهوری اسلامی مأموریت گرفتند تا به عنوان 2 مبارز پادشاهی‌خواه برای انجام مأموریت به لندن برند. اولین کاری که کردن ظاهرشون را تغییر دادن. بعد شروع کردن به عنوان پادشاهی‌خواه اکانت‌هایی در شبکه‌های اجتماعی ساختن و با پادشاهی‌خواهانی که روحشون هم از ماهیت اینا بیخبر بود شبکه سازی کردن. اونا به گرد همایی ملی‌گراها رفتن تا خودشون رو بین اونا جا بندازن و به دنبال جاهایی که خاندان پهلوی حضور داشتن رفتن تا عکس یادگاری بگیرن و برای خودشون اعتبار بخرن. حالا اونا برای استفاده رژیم کاملا آماده بودن. رابطشون در لندن با اونا تماس میگیره و اولین مأموریت رو به اونها میده. البته اون رابط به چند نفر دیگه مثل جلیله و جلال تو شهرهای دیگه هم مأموریت‌های دیگه ای رو ابلاغ میکنه.